سلام و احترامات یک بار دیگر تقدیم هموطنان. امان الله احمد زی هستم با بوی و کمپیت و یا سلام هموطن. دوستای گرامی، درس امروزی ما درس 13 هم هستک، بخش دومش که تحت عنوان لسن تخیز پختی دکو یعنی parts of body، قسمت دوم part 2. دوستای گرامی، قبل از اینکه درس آغاز کنیم اگر به چینل نو هستین سابسکرایب کنین تا که از درس های بعدی عقب نمانید و اگر دوستای سابق هستین مهربانی کنین همراه هموطنای ما چینل شیر کنین تا که همگی مستفید شوند. دیگه بیاین که به درس آغاز کنیم. خب دوستا، قسمی که میبینین یا اجندای درسی مستک و یا اوتلاینش هستک که ما و شما بخش نخست بخش دوم خواندیم، بخش سوم کی هستک که لپرانس فیزیک یعنی چه قسم فیزیکی ما و شما معلوم میشه و یا اینکه اجزای بدن ما و شما که در درس 13 هم در بخش نخستش خوانده شده و بعضی چیزهایی که مانده او را در بخش دوم ما و شما میخوانیم. دیگه قبل از اینکه دیر نشود بیاین که آغاز کنیم به درس خود. دوستای گرامی، در این سلاید قسمی که شما میبینین گفته شده لکسیون د کورپ، لکسیون د کورپ یا action of the body، اعمال بدن. اعمال بدن یعنی چه قسم بدن ما شما عمل میکند، درست است؟ به این معنا. دیگه اینجا به شما هدایت زیادتر به موضوع داده می شود که اگر شما مریض می باشین و پیش دکتر می روید، در معاینه خانه دکتر به شما گفته می شود به طور مثال اگر گردنتان درد میکنه یا گلون درد هستین یا کمر درد هستین یا خدا نخواسته دستتان شکسته می باشه یا پایتان شکسته می باشه یا دستتان انگشتایتان مشکل داشته می باشه و غیره و غیره، همه این موضوعات که تا اینجا ما تحت بحث گرفتیم. دیگه قسمی که شما میبینین به طرف چپ شروع میکنیم و طرف مقابلش است. البته اگه بگوییم که راست چپ به این قسم، درست است؟ دیگه به این قسم ادامه میدیم تا به آخر سلاید. در عین زمان اذیت نبرین. کدام دوستای ما که به زبان دری گپ میزنه مهربانی کنه در کانال یوتیوب ما، کدام دوستای ما که زبان پشتو گپ میزنه با معذرت، در کانال یوتیوب ما به زبان پشتو درسای مکمل موجود است. مهربانی کنین کسایی که پشتو زبان است در اونجا به زبان پشتو درس‌ها را تعقیب کنید. درست است؟ خب بیاین که آغاز کنیم دوستا. جمله نخست به ما داده شده tourner la tête à gauche، tourner la tête à gauche، tourner la tête à gauche. به انگلیسی چه قسم میگن؟ turn your head to the left، turn your head to the left. سر خود را به سمت چپ بچرخانید. درست است؟ این ترجمهش است. به این معنی که شما به طرف چپ ببینید به این قسم. درست است؟ اگر شما را میگه به طرف راست، پس این جمله است. tourner la tête à droite، tourner la tête à droite، tourner la tête à droite، turn your head to the right. سر خود را به سمت راست بچرخانید. درست است؟ جمله بعدی که است ouvrez la bouche، ouvrez la bouche، ouvrez la bouche، open the mouth، open the mouth. دهانتان یا دهان را باز کنید. پس دوستای گرامی، زمانی که شما گلون درد می باشین و پیش دکتر می روین شما را میگه دانتان باز کنید. بعضی اوقات کردیم گروپ یا چراغ دستی خود در گلونتان میندازه، میبینه که چقدر انفکشن داره، چقدر مثلا میکروبی شده، گلون دردی تان معاینه میکنه و غیره و غیره. پس در این زمان این جمله استفاده میشه ouvrez la bouche. زمانی که خطابان میشه و کارش میگه fermez la bouche،
fermez la bouche fermez la bouche close your mouth دهانتان ببندید دهانتان ببندید درست است؟ حالا دوستای گرامی اگر شما کمر دردی دارید کدام مشکل دارید و پیش دکتر می روید پس از این جمله استفاده میشه Penchez-vous en arrière Penchez-vous en arrière Penchez-vous en arrière Lean back Lean back عقب خم شوید یا به طرف عقب خود خم کنید به این معنا دوستای گرامی زمانی که شما این قسم بعضی جایها فونت بزرگ میبینین البته تمام زیرا ما در کامپیوتر وظیفه ما جور میکنیم و از او که زمان به کامپیوتر شخصی خود انتقال میتم در گوگل سلاید بعضی چیزا تغییر میکنه گرچه بعضی وقتها درستش میسازم بعضی اوقات نمیشه دیگه اگر بعضی جایهای قسم یگان چیزایی که یا کدام فونت ها را خرد و بزرگ میبینین دیگه ما رو به بزرگواریتون ببخشید درست است خود دوستا این خود قسمی بوده که میگه شما به طرف عقب خود خم کنید و اگر بگویتان که به طرف پیش روی خود خم کنید با چه قسم به مثل از رکوع درست است یا رکوع یا بگویتان که به طرف پیش روی خود خم کنید چه قسم میگین penchez-vous en avant penchez-vous en avant lean forward lean forward به جلو خم شوید یا به پیش روی خم کنید خود یا خم شوید جمله بعدی که است laver la bras laver la bras laver la jambe laver la jambe raise your arm یا raise your leg دست خود را بالا ببرید یا بیاورید و یا پای خود را بالا بیاورید به قسم درست است اگر زمانی که در زمان معاینات بعضی اوقات امکان داره که این قسم جملات استفاده شود درست است باز زمانی که معاینات آنها تمام میشه پس دوباره به شما چی میگه که به حالت عادی پس پایتان یا دستتان پایین کنین baissez la bras baissez la bras baissez la jambe baissez la jambe lower your arm lower your leg دست خود را پایین بیاورید و یا ای که پای خود را پایین بیاورید درست است جمله بعدی دوستا که است tendez la bras tendez la bras tendez la jambe tendez la jambe stretch your arm stretch your leg دست خود را دراز کنید دراز کنید به معنی است که دست خود باز کنید به معنی است امکان داره که شما جای بفتید دستتان خدا نخواسته میده شود نه و دستتان این قسم قات بانه پس شما را میگه که دست خود باز کو درست است به قسم و یا به صورت امکان شما در کدام جای در مترو تا میشین در کدام زینه پایتان مش میخوره و میفتین و پایتان مشکل پیدا میکنه درست است قات میمونه پس شما را میگه که پایتان را دراز کنید درست است دست خود را دراز کنید و یا ای که پای خود را دراز کنید خب در مقابل از این جمله دیگر جمله چی است plier les bras plier les bras plier la jambe plier la jambe bend your arm bend your leg درست است دست خود را خم کنید یا پای خود را خم کنید یا خم کنید و یا جمع کنید یک معنی است درست است یعنی این قسم قاطش کنید درست شد جمله بعدی که است دوستای گرامی serrer la poing serrer la poing serrer la poing serrer la poing make a fist یک مشت بسازید درست است دستتان این قسم مشت بسازید relâcher 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 چی معنا ریلکس رها کردن به معنی از است که شما
مشت ساختین، حالا دستتان میگه که رها کنین، نرمال حالت به خود بگیرید. درست شد؟ لغت بعدی و یا کلمه بعدی که هستک ریسپیره. ریسپیره به انگلیسی چی میگش؟ برید. نفس کشیدن و یا تنفس کردن. درست است؟ زبانی که شما پیش یک دکتر میروید و شما را سینه تان معاینه میکنه و یا واله استاتسکوپ یا بر روی سینه تان میگذاره و یا به تخته پشتتان میگذاره، شما را میگه چی؟ ریسپیره، تنفس کو. ریسپیره سلوپلی، لطفاً تنفس کنید. پس مطلبش چی است؟ تنفس کو، نفس بکش. درست شد؟ خب دوستای گرامی، این ریسپیره معنایش این است که هم شما اکسیژن میگیرین هم رها میکنین. این را ریسپیره میگه. بعضی اوقات قسم میشود که شما را میگه تنها ریسپیره، یعنی تنفس کو ولی نفستان نکشین. به معنای که اکسیژن به ششایتان خوب زیاد ذخیره کنین و بیرون پس دوباره نکشین. با زمانی که میگه تانه بکشین چی میگه تانه؟ اکسپیره. اکسپیره، اکسپیره که به انگلیسی چی میگش؟ اکسل. که ایره انهل میگه، ایره اکسل میگه. درست است؟ یعنی نفس کشیدن. کدام نفس، کدام اکسیژن که شما کش کرده بودین و او هوا در ششهای شما قید شده بود و را پس دوباره که بیرون میکشین، ایره چی میگه؟ اکسپیره. و چیزی که در آخر همراه ما شما چی است؟ توسه. توسه، توسه چی مانو؟ کاف. سلفه، بعضی ها سرفه میگیش، بعضی ها سلفه میگیش، بعضی ها تخ میگیش. صحیح است؟ به قسم دیگه دوستای گرامی، این بعضی چیزها یا بعضی کلمات و بعضی جملات مهم بود که به شما آماده ساخته بودیم. دیگه خدا کنه مورد پسندتان قرار بگیره. در سلاید بعدی دوستا شما قسمی که مشاهده میکنین گفته شده که دونه اکانسی. چی؟ مشوره دادن. مشوره دادن. خب دوستای گرامی، ما شما دو قسم مشوره داریم. یکی مشوره پازیتیو است، یکی نگاتیو است. یعنی یکی مشوره مثبت است، یکی منفی است. اینجا به شما تمام از این چیزای یا کدام کلمات یا کدام جملات را که شما میبینین کلش مثبت است. صحیح است؟ که همراه چیش گفته میشه؟ الفدغ باید. همراه چی؟ همراه باید. زمانی که شما بگوین الفدغ باید، یعنی به انگلیسی چی؟ it should. خب پس چه قسم جمله جور میکنین؟ il faudrait boire. il faudrait boire de l'eau. باید آب بنوشید. درست است؟ il faudrait faire de sport. باید سپورت کنید. il faudrait manger équilibre. باید غذای سالم بخورید. il faudrait limiter la graisse. باید چربی ها را محدود کنید. چربی ها البته مطلبش است که غذای روغندار. درست است؟ به قسم il faudrait vous ménager. باید مراقب خودتان باشید. درست است؟ il faudrait vous ménager. il faudrait vous reposer. باید استراحت کنید. il faudrait travailler moi. il faudrait travailler moi. il faudrait laver les pieds. il faudrait laver les pieds. باید پاهایت را بالا کنید. البته دوستای گرامی، این به قسمت یا در زمان استفاده می شود که شما بعضی دوستا هست که مشکلات داشته می باشد، مثلا خون در تمام بدنتان جریان پیدا نمیکنه، باز به شما میگه که الفدغه لویل پیه، باید پاهایتان را بلند کنین. پس این زمان صورت میگیره که زمان اگر به شما این قسم مشوره داده میشه و خانهتان رفتین بالای کوچ، کنپه یا هر چیزی که دارین بالای فرش که میندازین، پای خود را با این قسم یک جای بلند میمونین.
تا که خون از پاهایتان حرکت میکنه و بالا به قلبتان درست پمپ می شود. صحیح شد؟ به قسم. حالا این کانسی و یا مشوره مثبت بود. اینجا مشوره است که منفی است، میگه نکو. این قسمت گفتتان بکنید، این قسمت میگه که نکنید. درست است؟ پس بیاین که ای را نیز بخوانیم. و devrait arrêter de، باید متوقف کنه، باید متوقف کنی و یا یا قسم یا باید متوقف کنید. درست است؟ و devrait arrêter de boire de l'alcool، باید متوقف کنید چی را؟ نوشیدن الکل را. و devrait arrêter de fumer، باید متوقف کنید سیگرت را. و devrait arrêter de travailler، باید متوقف کنید کار را. پس بعضی دوستا خواهد گفت که هیچ قسم حالت است که ما را میگه کار نکنید. زمانی که شما مشکل پیدا میکنید و دکتر به شما مشوره میده که شما اغه ملدی بگیرین. اغه ملدی به معنای ازی است که شما یک رخصتی مریضی بگیرین. باز در اون حالت به شما میگه که و devrait arrêter de travailler، باید کارتان را متوقف کنید، یعنی کار را توقف بدهید و دیگه کار نکنید تا یک مدت زمان. ای به یک طریقه جملات گفته میتونین. طریقه دومش ای است دوستا. درست است؟ Il faut arrêter de boire de l'alcool، باید توقف کنیم یا باید تقریبا همون قسم معنا میده، ولی خواندنش و نوشتنش مختلف است. درست است؟ باید توقف کنید و یا باید استاپ کنید و یا به معنی ازی که دیگه ادامه ندهید. درست است؟ Il faut arrêter de boire de l'alcool، باید توقف دهید و یا توقف کنید نوشیدن الکل را. Il faut arrêter de fumer، باید توقف کنید و یا توقف دهید چی را؟ سیگرت را. Il faut arrêter de travailler، باید توقف کنید و یا توقف دهید چی را؟ کار را. درسته دوستای گرامی؟ این بعضی چیزهایی بود که ضروراً و لازماً ما شما باید بفهمیم. خب در ادامه درس های ما شما دوستای گرامی، قسمی که با درس های گذشته و شما وعده کرده بودیم که بعضی موضوعات است که بسیار مهم است. البته در این سلاید و بعد سلاید های دیگر نیز به شما گنجانیده شده. دیگه خدا کنه که همراه ما خسته نشوید. بیاین که به این موضوعات بپردازیم. گفته شده که لی سپیسیالیست چی مانا؟ متخصصین. بعضی اوقات به شما طریقه سوال ها را نیز گفته شده که شما چه قسم مثلا سوال جور کنین. و devrait prendre rendez-vous او، شما باید یک قرار ملاقات بگذارید. یا avez-vous pris rendez-vous avec، قرار ملاقات گذاشته با یا قرار گذاشتین با از این نام ها. درست است؟ حالا این نام ها رو به شما میخوانم، بعدا باز به شما جمله میسازم که چه قسم جمله جور کنید. اگر دکتر مذکر می باشد ل استفاده میکنین، اگر مؤنث می باشد ل استفاده میکنین. ببینین مؤنث مذکر به شما علیحده ساختیم. خب اگر بگوین که لو آفتومات خیست چی مانا؟ دکتر چشم. اگر بگوین لا آفتومات خیست دکتر چشم. دومیش خانم شد همراه لا، نخستش همراه لو چی شد؟ دکتر که مذکر باشد. خب لو دنتیست لا دنتیست متخصص دندان. لو médecin généraliste دکتر عمومی که مذکر باشد. لو médecin généraliste.
اگر خانم باشه la médecin généraliste. la médecin généraliste. دکتر عمومی. دوستای گرامی ایرا خودتان بهتر میفهمن که مدیسن زیادتر اوقات برای کل دکتر استفاده میشه و زمانی که شما مشخص پیش یک دکتر میروید باید این نامها را بفهمین. درست است؟ خب لو پدیاتر، لو پدیاتر، لا پدیاتر، لا پدیاتر. خب ببینین اگر شما تنها مدیسن را بفهمین و پدیاتر نفهمین پس اینجا به شما خودش یک مشکل فرسا شد. به خاطر چی که پدیاتر متخصص اطفال میگوید. البته وطن ما و شما را در این ملکا نیست که اگر خدا نخواسته مریضم اگر طفل مریض باشه پیش دکتر عمومی میره و اگر کلانسال باشه یا پیر باشه یا به هر حالتی که باشه او پیش یک دکتر عمومی میره. هر مشخص دکتر است برای هر مریضی را خودتان بهتر میدونین. پس زمانی که طفل شما مریض میشه شما به پدیاتر میرین. یا مذکر می باشه یا مؤنث. اگر خانم می باشه لا میگین، اگر کدام مرد می باشه لو میگین. از او به بعد کدام لغت و یا کدام اسم که اینجا هست گفته شده که لو لا. همو موضوع اولیز دوستای گرامی. لا spécialiste des femmes. لا spécialiste des femmes یا لو spécialiste des femmes. متخصص زنان. متخصص زنان. درست است؟ متخصص زنان دیگه دوستای گرامی خودتون میفهمین که کدام طبقه دکتر هستک. و یک چیز دیگه که البته با معذرت از ما از یاد ما رفته که تنها سپیشالیست دفم نمیگه ژینکولوگ میگه. چی؟ ژینکولوگ. ژینکولوگ او را هم متخصص خانم ها و زن ها را میگوید. لغت بعدی که هستک لو شیروژه. لو شیروژه یا لا شیروژه. دکتر جراح. دکتر جراح دکتر را میگوید که عملیات ها را میکند. خب لو رادیولوگ. لو رادیولوگ. لا رادیولوگ. دکتر رادیولوژیست. رادیولوژیست کدام دکتر را میگه دوستا؟ دکتر را میگه که او ایکس ری میگیره. درست است؟ لو درماتولوگ. لو درماتولوگ. لا درماتولوگ. لا درماتولوگ. متخصص پوست. درست است؟ دکتری که متخصص پوست می باشد. دیگه متخصص پوست دوستا کدام دکتر رو میگن؟ دکترایی هست که به طور مثال شما مشکل پیدا میکنید، موی ریزی پیدا میکنید، مثلا در پوستتان بخار پیدا میشه یا کدام امراضی که مربوط پوست میشود مربوط درماتولوگ میشه. لغت بعدی که هست لو سپیشالیست دی کور. لو سپیشالیست دی کور. لا سپیشالیست دی کور. متخصص چی؟ قلب. و ایدایی لغت آخری که هست که خود تمام دوستای ما که در فرانسه هست که همراه ازی شاید بلدیت داشته باشین که چی است؟ لو او یا لا پسیکولوگ. 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 لا پسیکولوگ. روانشناس. روانشناس. دیگه روانشناس دوستای گرامی کدام دکتر رو میگه؟ همون دکترایی رو میگه که در کمپانی خودتون کلتون تجربه دارین، همراهتون گپ میزنه، بعضی هاش دکترا می باشه و بعضی هاش جاسوسا. البته معذرت ما رو بپذیرید. درست است؟ خب دوستا البته موضوع مونده که ما شما چه قسم حالا جمله جور میکنیم. زمانی که شما جمله جور میکنین vous devrez prendre rendez-vous au. ببینین از او به بعد اگر مذکر استفاده میکنین او میگین. درست است؟ چه قسم؟ vous devrez prendre rendez-vous au chez le optometriste. vous devrez prendre rendez-vous. vous devrez prendre rendez-vous au chez le dentiste. vous devrez prendre rendez-vous au chez le chirurgien. پس همیشه ایره به یاد داشته باشین که با معاینه خانه دکتر چی استفاده میشه؟
ش استفاده میشه. ش. درست است. ش البته در فرانسوی خانه را میگوید و با اسم دکتر همیشه ش استفاده کنید. درست است؟ به قسم. خب جمله دوم چه قسم میسازین؟ Avez-vous pris rendez-vous avec la dentiste یا la dentiste؟ Avez-vous pris rendez-vous avec la dermatologue؟ Avez-vous pris rendez-vous avec psychologue؟ به این قسم. درست دوستای گرامی؟ پس جملات بعدی را خودتان مهربانی کنین همراه هر کدام از یک قدر جمله شما جور کنین. مطمئن هستم که تمام از این موضوع فکس در اعصاب شما چاپ می شود. خب دوستای گرامی، حالا ل که معناش چی است؟ دارو و یا دوا. درست است؟ پیلول، ژلول. دوستای گرامی، پیلول و ژلول اردوش که از کپسول میگه و از این به بعد پیلول و ژلول کار خانگی خودتان است. دوستای گرامی گوگل کنین، یکیش مخصوص خانم هاست و یکی دیگهش البته اردوش کپسول است. یکیش مخصوص خانم ها می شود که او همیشه برای موضوع خانم ها استفاده می شود. دیگه باقی ماندهش خودتان گوگل کنین و معلومات بیشترشان به دست بیارین. لغت سومی که از کامپریمه، گولی. هم کدام گولی که روزمره شما استفاده میکنین، گولی مثلا پاراستامول است و غیره و غیره. خب امپول چیست؟ پیچکاری. البته دوستای گرامی امپول خودتان بهتر میفهمین که زیادتر ایرانی ها نیز از این چه قسم بگویم اکت میکنن و یا همین قسم جملات استفاده میکنن که امپول میگن به پیچکاری. نه، ما شما پیچکاری میگیم. البته پیچکاری که در داخل شیشه می باشد و کدام مایع که در داخل از هست اونو قسم پیچکاری را امپول میگوید. خب پوماد، مرهم و یا ملهم، هر کدامش که خودتان آسان یاد میگیرید. پیکر، سرنج و یا بمبه. خب دوستا ببینین، این سرنج البته چی را میگه؟ امو کدام بمبه خالی پیچکاری را میگوید. کدام بمبهش که شما دوا را کش میکنید و همراه سوزن در بدنتان داخل میسازین، اونو را پیکر میگه. و امپول قبلا به شما گفتم که چی را میگه؟ کدام مایع که در داخل شیشه است اونمو بوتل شیشه ای را امپول میگوید. درست است؟ بعدی گوت چی مانا؟ چکک. سیروپ چی مانا؟ شربت. و لغت آخری سپری. درست است؟ خب دوستای گرامی، باز هم البته امکان داره که بعضی از اینها تکراری باشه. اگر تکراری نباشه خیره. باز هم اگر تکراری باشه خیره، کار میکنیم تا که ما شما بهتر البته سر هر موضوع حاکمیت پیدا کنیم. دیگه ببینین در ابتدا بر شما گفته شده که کسک نواپا چی درست نیست و یا چی شده. زمانی که شما پیش دکتر میرین، دکتر همین سوالش است، کسک نواپا چی مشکل دارین و یا چی شده ایتانه. avoir پلاس مال، مثلا شما امرای avoir میگین که درد است یا مرض است. صحیح است؟ چه قسم میگین؟ je suis mal. نه غلط، سوی نمیگین، ژ مال، من دارم. همراه چی میگین؟ همراه avoir میگین j'ai mal à la tête، من سردرد دارم. j'ai mal à la gorge، من گلون درد دارم. ما شما میگن نه که گلون درد هستم، نه خیر، گلون درد دارم. درست است؟ همراه avoir میگویید.
خب j'ai mal au dos. j'ai mal au dos. من درد پشت دارم. به معنی است که تخته پشتتان درد میکنه. j'ai mal au ventre. j'ai mal au ventre. من درد شکم دارم. j'ai mal au genou. j'ai mal au genou. شما میگین که ما درد یا من درد زانو دارم. درست شد؟ باز هم دوستا همراه افواق میتونین که این بعضی چیزها یا بعضی لغت ها که اینجا در امتداد آمده به شما، مثلا افواق میفهمین که داشتن. درست است؟ افواق فخوا، خنک احساس کردن. به طور مثال شما میگین که j'ai froid. j'ai froid. من خنک احساس میکنم. درست است؟ پیش دکتر رفتین میگین که من خنک احساس میکنم. j'ai froid. اگر شما لرزه دارین چی میگین؟ j'ai des frissons. j'ai des frissons. یا avoir des frissons به معنی چی که لرزه داشتن. من لرزه دارم. j'ai de la fièvre. j'ai de la fièvre. تب داشتن. من تب دارم. j'ai de la température. j'ai de la température. من حرارت دارم. دوستای گرامی، تب داشتن و حرارت داشتن تقریبا یک چیز است. درست است؟ به معنی عزیز که بدنتون گرم است. j'ai de la nausée. j'ai de la nausée. j'ai de la nausée. من دلبدی دارم. من دلبدی دارم. دلبدی رو چی میگه؟ nausée. nausée. j'ai envie de vomir. j'ai envie de vomir. دلتون vomir میگن یا vomir. درست است؟ j'ai envie de vomir. میخواهند استفراغ کنند یا میخواهم استفراغ کنم. درست است؟ به معنی است که دلتان بد می شود و شما این احساس میکنید که بگردانید و یا استفراغ کنید. پس در این حالت این قسم جمله را می سازید. خب دوستا، این همه جملات شما همراه افواق گفتین. اگر میخواین که بعض جملات همراه اتخ بگوین، پس به این قسمت بیاین. درست است؟ پس در این قسمت ببینین اتخ چی معنی؟ بودن. خب اگر شما به طور مثال استرس دارین، تحت فشار هستین، چی میگین؟ je suis stressé. je suis stressé. je suis déprimé. درست است؟ déprimé هم شاید شنیده باشین. déprimé و یا استرس یک معنا میده. خب من استرس دارم. je suis surnommé. je suis surnommé. من به معنی که زیر فشار کار هستم. درست است؟ زیاد کار کردن. je suis fatigué. من خسته هستم. je suis fatigué. لغت دیگر که به معنای fatigué است چی است؟ épuisé. épuisé. je suis épuisé. من خسته هستم. من ذله هستم و یا مانده هستم. هر لغتی که شما خودتون بهتر میدانید. je suis en sueur. je suis en sueur. من عرق کردم. درست است؟ فکر کنین که شما خدا نخواسته مریض هستین و پیش دکتر رفتین و عرق میکنید. پس چی میگین؟ je suis en sueur. من عرق کردم. لغت بعدی که از دوستای گرامی je suis constipé. je suis constipé. je suis constipé. من قبضیت هستم. درست است؟ قبضیت خودتان بهتر میفهمید. je suis en forme. je suis en forme. من صحیح هستم. به معنای صحیح به معنای است که من جور تیار هستم. بس به این معنا. مریضی ندارم، سردردی ندارم، تب ندارم و غیره و غیره. درست شد؟ به قسم. بازم در ادامه همون تک دوستای گرامی فکر کنید که از شما سوال میشه که qu'est-ce que ne va pas؟ شما همراه افواق پس جواب میدین. برش چی میگین؟ j'ai des courbatures.
Je dis courbature. Je dis courbature. courbature دوستا چی رو میگه؟ درد بدن میگه. درست است؟ مال پختو. البته شما قسم گفته نمیدین به دکتر که je suis mal partout. درست است؟ پختو یعنی تمام بدن. پس چی میگی؟ je dis courbature. زمانی که شما courbature میگین به معنای ازیسته که کل بدن شما درد میکنه. از پایتان گرفته تا به سرتان همه بدنتان درد داره. پس به خاطر از اینکه ایره چه قسم شما اظهار کنین، شما پس همین یک لغت برش اظهار میکنین. je mal یا je dis courbature. درست است؟ به قسم. اگر شما سرتان چرخ میخوره چه قسم میگین؟ la tête qui tourne. la tête qui tourne. سر که میچرخد. درست است؟ به طور مثال شما استاده میشین و سرتان چرخش پیدا میکند. اگر شما چشمتان خارش داره چه قسم میگین؟ les yeux qui piquent. les yeux qui piquent. خارش چشم. les oreilles qui bourdonnent. les oreilles qui bourdonnent. گوش هایی که زنگ میزند. البته زنگ میزند به معنای ازی است که گوشایتان مثلا در گوشایتان غال مغالک می باشد، در گوشایتان به طور مثال یگان صدا می باشد. درست است که خداوند پاک نشان مانت، ولی بعضی مشکلات از بعضی مردم هست که صدا مثلا گوشایشان یگان صدا داره، یگان مشکلات داره. پس این جمله استفاده میشه. le nez qui coule. le nez qui coule. le nez qui coule. چی مانا؟ آبریزش بینی و یا بینیتان جاری دستک یا بینیتان میآید. درست است؟ به قسم. le nez qui bouge. le nez qui bouge. گرفتگی بینی یا بینیتان که بند باشه. درست است؟ بوش یعنی بند باشه. دی vertige. دی vertige. دی vertige. چی مانا؟ سرگیچی. زمانی که شما سرگیج باشین این لغت استفاده کنین. خب لغت بعدی است توسه. البته ما شما قبلا خواندیم که سرفه کردن نمیگه و یا تخ کردن نمیگوید. ایترنوه و یا ایتنوه عطسه کردن نمیگوید. سموشه. سموشه. دماغت را باد کن و یا بینیت را فش کن به این مانا. درست است؟ البته دوستا بعضی کلمات کمک کار مؤدبانه که نوشته میکنید دماغت را باد کن و یا دماغت را فش کن جمله درست نمیاد. درست است؟ پس به معنی است که بینیت را فش کنید. این قسم به زبان عامیانه براتون بگویم. صحیح است؟ خب دوستا البته به خاطر این موضوع درس ها را من خواسته بودم که دو بخش بسازم که بسیار طولانی بود که بخش اول خواندیم که بخش دوم فکر میکنم که شاید اسلاید آخری باشد. خب لذت خوایخ دیگر فعل ها. اینجا دوستا قسم گفته شده که s'occuper la doigt. s'occuper la doigt. s'occuper le doigt. فکر کنین که شما انگشتتان میبرین. بریدن چی میگه؟ کوپه. و s'occuper دوستای گرامی اگر شما در یادتان باشه ما شما یک موضوع را خوانده بودیم به نام pronominal verb. درست است؟ کدام فعلایی که انعکاسی است. به معنی است که یک کار شما خودتان انجام میدهید. پس این همچنان است. اگر شما بگین s'occuper la doigt یعنی بریدن کلک خود. چه قسم جمله جور میکنین؟ je me suis coupé la doigt. je me suis coupé la doigt. کلک خود را بریدم. elle s'est coupé la doigt. il s'est coupé la doigt. یعنی او بچه و یا او خانم کلک خود را بریده. s'est cassé la jambe. s'est cassé la jambe. پای خود را شکستاندن. je me suis cassé la jambe. je me suis cassé la jambe. من پای خود را میده کردم.
خب پای خود را به چه قسم میده کردی؟ حتما شما فوتبال میکنین یا زینت ها میشین، پایت مثلا به جای ماندی میده کردی. خود کسی دیگه خب پایت رو میده نکرده، خودت میده کردی نه، به خاطر که خودت روان بودی پایت مچ خورد، خطا خوردی، پایت میده شد، خلاص شد گپ. پس اینجا کسی دیگه مقصر نیست، به می خاطر خودت به خود اشاره میکنی، میگی که je me suis cassé la jambe، من پای خود را شکستاندم. خب دوستان اینجا معذرت میخوایم که البته ال و ایل بعضی چیزها از ما خطا خورده، خب خیره، شما معذرت ما رو بپذیرین. درست است؟ elle s'est cassé la jambe یا il s'est cassé la jambe. او پسر و یا او خانم و یا او دختر چی کرده؟ پای خود را شکستانده. s'est cassé la bras. s'est cassé la bras. je me suis cassé la bras. je me suis cassé la bras. من چی کردیم؟ دست خود را شکستانده. elle s'est cassé la bras. il s'est cassé la bras. او خانم و یا او مرد چی کرده؟ دست خود را و یا بازی خود را شکستانده. s'affoler la cheville. s'affoler la cheville. چی مانو؟ مچ دادن بجلک پایتان و یا مچ خوردن پایتان. درست است؟ je me suis foulé la cheville. من پای خود را مچ دادم و یا به معنی عزیز که پای من مچ خورد. il s'est foulé la cheville یا il s'est foulé la cheville. او خانم و یا او آقا پایش مچ خورده. s'abrouler. s'abrouler. je me suis brûlé. je me suis brûlé. من خود را سوختاندم. فکر کنین که شما چی کردین؟ شما دیگ پخته کردین و در اون زمان سوختاندین خود را. پس کدام جمله را استفاده میکنین؟ همین جمله را. je me suis brûlé. من خود را سوختاندم. اگر او آقا می باشه و یا خانم می باشد خود می سوزد elle s'est brûlé یا il s'est brûlé. خب s'évanouir. s'évanouir چی مانا؟ بیهوش شدن. درست است؟ je me suis évanoui. je me suis évanoui. من خود را بیهوش ساختم. درست است؟ elle s'est évanouie یا elle s'est évanouie. او خانم و یا آقا خود را بیهوش ساخت. درست است؟ دیگه البته بیهوش ساختن به چه قسم میشه؟ به طور مثال فکر کو که یک جای شما حالا شاید سوال کنید که چه قسم خود بیهوش میزنه. بیهوش شما قسم میشوید به طور مثال فکر کو که از یک جای خطا میخوری، سرت یک جای میخوره بیهوش میشوی. کسی دیگه خود شما رو بیهوش نساخته، خودتون همین موضوع رو سرتون آوردین. درست است نه؟ و یا با این قسم امکان داره که شما یک جای مثلا کدام حادثه پیش میاد یا سرتان میلگه یا مثلا خونریزی میکنین و شما زفت میکنید و بیهوش میشوید. پس اینمی حالت امی جمله برش استفاده میشود. درست است؟ بعدا این کدام لغات که هست که شما میبینین این مربوط چیزهایی است که شما روزمره استفاده میکنین. درست است؟ bois par jour. bois par jour. فکر کنین که شما دوا میگیرین یا مثال که به شما کنسول داده میشه، مشوره داده میشه که آب بخورین هر در جریان روز. درست است؟ مثلا شما رو میگه که bois de l'eau par jour. درست است؟ در جریان روز آب بنوشید. اگه شما رو میگه اژه با معده خالی. شما اگر دوستای گرامی اگر بعضی هایتان لابراتوار رفته باشین شما رو میگه که ونه دومه اژه سبا بیایید با معده خالی. درست است؟ پس زمانی که به شما اژه گفته به معنی است که با معده خالی بیاین، یعنی شما آب نخورین، نان نخورید، چای نخورید و بروید. اوان به معنی است که قبل. مثلا شما دوا میگیرین شما رو میگه که prendre le médicament avant le repas. قبل از نان چی کنین؟ نان دوایتان بخورید.
یا شما را میگه که پان لکامپخیمی پاندان لغوپه، در جریان نان یا در بین نان شما بخورین. یا میگه تا اینه که اپخی لغوپه، بعد از نان بخورین. درست است؟ به این قسم. و لغت بعدی که است سختیفیکا مدیکال. سختیفیکا مدیکال، سند صحی. این را شما خودتان آسان است میفهمید. کخت ویتل خود دوستای گرامی چیز است که شما روزمره استفاده میکنین. درست است؟ کخت ویتل هم کدام کارت بیمه فرانسوی است. اوردونانس، 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 نسخه میگن. بعضی ها نسخه میگه، بعضی ها نسخه میگه. نسخه البته ما شما میانه میگیم و نوشته شدنش نسخه نوشته میشه. درست است؟ که اوردونانس میگه که کدام ورقی که به شما دواها رو نوشته میکنه اونم ورق به نام اوردونانس یاد میشه. اگر شما یک فارمیسی میرین میگین که je suis ici pour chercher mon ordonnance. من اینجا هستم به خاطر گرفتن نسخه. درست است؟ به قسم. اتستاسیون سیمیو، اتستاسیون سیمیو، گواهی CMU. البته دوستای گرامی CMU باز هم کدام دوستای ما که چی کاخت ویتل ندارن آنها اتستاسیون CMU دارن. اتستاسیون CMU دوستا اونم کدام ورق را میگه که از طرف بیمه به شما داده میشه و زمانی که خدا نخواسته مریض میشین پیش دکتر میروین او را برازو میتین و از طریق از او آنها فیز خود از شرکت بیمه میگیرن. درست شد؟ خب دوستای گرامی اینجا درس ما به پایان رسیده. خب در کنکلوژن دبیتیوت همیشه به شما گفته شده که شما میتونین که امید کنم درس را که ما شما خواندیم لینکش در دسکریپشن می باشه، بالا از او کلیک کنین و درس دانلود کنین. اگر میخواین پرینتش کنین پرینت میتونین، اگر پرینت هم میخواین در تلفنتون ثبت کنین و کار کنین باش. دیگه خدا کنه که درس ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. شما را به خدا یکتا و مهربان میسپاریم تا درس بعدی را. خدا حافظ و نگهدارتان.